أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علیک و رسول الله صلاة و سلام علیک و نبی الله السلام علیکم بینندگان محترم. من احمد مزداخوجه از منطقه رشتم زمین حاضر شرایط که در وطن خودم هزار متشکر دادگی خدا به ملال زندگی به سر برده شدم. یک چیز ما را به طرف نمون که ما باید که بیاییم در این کار دخالت کنیم که پیش معرکه انتخاباتی است برای حزب و برای دولت که مهم است. ما برای همین به طرف نیستاده آمدن اصلا با همراهی سرخطیبای ناحیه یک جا شده مقصد سیاستی حاضره جناب عالی را دستگیری کرده به حزب وی آواز داده مقصد حرکت میکنیم که در منطقه رشتم زمین که حاضرش هزار متشکر دادگی خدا به حد تنگی است. همه مسجدهای منطقه رشت 5 وقت اذان 5 وقت نماز گذاشته می شود. یگان مقصد زوراوری و یگان چی نیست است. هزار متشکر دادگی خدا منطقه رشتم زمین یکی از منطقه های با امنی جمهوری تاجیکستان حاضر به حساب می رود. ما چکلی که همه منطقه رشتم زمین مقصد با درک بود که ما 2010 بعد همین واقعه های مقصد از سرگذشتگی ما چی بدیم با چی شدیم و با حاضر چیکارگر هستیم. هزار متشکر خدا ما را از جناب عالی 3 بار عفو کرد. بعدی مقصد همین واقعه ها حاضر شرایط در خلاق در وطن و زمین داریم محنت کرده شدیم یگان کمبودی و نارسایی نداریم. لیکن ای همه مردم تاجیکستان خواهش التماس میکنیم که چی واقعی که در سر ما گذشت ما همش نقطه به نقطه گفتنی نیستیم. لیکن ای همه کارهای ما درس عبرت گرفته و همه کارهایی که پیش میدن و مقصد دست نزنن. حاضر شرایطی در مقصد گرد اطراف رسپولیکای ما وطن ما مقصد یگو کار بار نوتنجی ها رفته شده است. از همه مقصد شهروندای تاجیکستان خواهش التماس میکنیم که در یگان گپ و گزار خارجی ها نروند و به هر کار دست نزنند. در بسیار وطن ها هست که جنگ جدال مقصد کاروبار هست که مسلمان ها را میکشن مسلمان ها ایش ویش میکشن از همین ها قطعی نشوند و به گفته او نکنند. برای آن که مقصد وطن ما یک بار چکلی که سرخطیب حاضر گفت یک بار ما سوختیم. مسلمان از یک مار یک بار میگذه یا که اینه که سوخته شیر از شیر سوخت 2 وقت میکنه میخوره. برای همه قدر ما همه این جنگ و جدال همه این معرکه ها از سر گذروندیم. نه که یگان فایده ندیدیم. یگان فایده ندیدیم.